میکنن. دلم سوخت، دلم برای رئیسی سوخت. توجه کنید، بعد از فقدان این عزیز من دیدم خیلی از همه تقریبا روزنامه ها، همه مطبوعات در فضای مجازی، اشخاص گوناگون از جریان های مختلف، دیدم همه از خدمات او و تلاش های شبانه روزی او حرف میزنند، از او تمجید میکنن، تعریف میکنن. دلم سوخت، دلم برای رئیسی سوخت. در زمان حیات او اینها یک کلمه حاضر نبودن از این حرفها رو بگن. بعد میخوام یه مقداری بگم شاید کمک بشه به این که حقایق و واقعیت هایی که در مورد دولت هست برای